پارت 8 پشت پرده بلاگرای پابجی. خیلی خوب بچه‌ها، من این لباس چمنی میپوشم میرم اونجا استتار میکنم. بعد شما کورید اینقدر جغ زدید چشاتون نمیبینه که من اونجام. میرید قشنگ فایت میدین. بعد من با این چاقوها میزنم تو سر کلتون، همتون رو تقتون رو میزنم. بعد دیگه نفلتون میکنم دیگه. بعد همه فکر میکنم من خیلی استتارم خوب بوده، شما احمقید. خیلی خوب بزن بریم. این چیه؟ داداش من گیاه گوشت خارم. بچه بیاد بریم، یه علف خوش که هیچی نیست، بریم. داداش ندیدی که ما رو زد؟ که یارمو زد؟ یا خدا ای انا خوش نیست. انه خشک چیه کسکش؟ علف خشک انه خشک.